سلام خدمت دوستان عزیز، با یک آموزش دیگه در خدمتتون هستیم. این یک ساعت فرمان تبن مدل 189 هستش. روی صفحه این ساعت 96 تا دندونه داریم، به ازای هر ساعت 4 تا دندونه. از ساعت 3 تا 4 تا دندونه داریم. این قسمت نشانگر زمانی که باید ساعت خروجی بده. الان ساعت 5 هستش، اینم ساعت 5 بعد از ظهر. این دندونه ها رو اگر به سمت داخل فشار بدیم خروجی فعال میشه. ببینید به سمت داخل، یعنی از این ساعت تا این ساعت خروجی فعال خواهد بود. 2 تا 1 ربع نیم ساعت 30 دقیقه. الان میخوایم با هم تست کنیم این خروجی رو ببینیم. حالا من دندونه ها رو یکی در میون به سمت داخل فشار میدم که کامل بتونید متوجه بشید. فقط حتما تو ذهنتون بمونه که این زامن باید به سمت داخل فشرده بشه، وگرنه دندونه ها درگیر نمیشه و خروجی ساعت فعال نمیشه. این هم چراغ سیگنالمون، ببینید رو فعال، قطع، وصل، قطع، وصل. حالا ببینید این ساعت من به سمت زامن آزاد میکنم، ببینید هیچ قطع و وصلی صورت نمیگیره. این ساعت یه باتری بکاپ داخلی داره که اگر برق قطع بشه حدود 3 الی 4 ساعت کار میکنه و متوقف نمیشه. ممنون از اینکه با ما همراه بودید.